مادرم زنده در قرقستان نوساش خطی. خوش محمد جورایف ساکن قرقیزتبار ناحیه لخش تاجیکستان است. والدینش با 8 برادر و خواهرانش سال 2001 به شهر بیشکک کوچ بستند و همگی شهروندی قرقیزستان را دارند. خوش محمد آن زمان حتی با خواهش پدر و مادرش نخواست مقام شهروندیش را عوض کند و در زادگاهش ماند. وی حالا 5 فرزند مکتبخوان دارد و با مهنت عکاسی عرابه زندگیش را به دشواری میکشد. اما چون قرقیزستان عضو کامل حقوق اتحادیه اقتصادی اوراسیا شد، او تصمیمش را دیگر کرد و حوالیش را به فروش گذاشت. اینجا خود تکلیف میکنن میگن بیا اینجا خیلی کار بسیار کار کردن میشود. اصلا قزاقستان میره، روسیه میره، نزدیکتر میگن. و اونجا شاید شرایط خیلی اونجا قرقیزستان خاطر روسیه تماشا سر جای نیستن. و اصلا و یارد سبکای ده و رفت آمدنشون سبکای. یکم ژانویه سال 2015 اتحاد اقتصادی اوراسیا به فعالیت آغاز کرد که از اول روسیه، بلاروسیه و قزاقستان و بعداً قرقیزستان و ارمنستان با آن همراه شدند. یکی از شرط‌های این اتحادیه امتیاز برای مهاجران کاری کشورهای عضو و برابر حقوقی با شهروندان روسیه دانسته می شود. اگر هر ماه یک شهروند تاجیکستان وابسته به اون شهری که در اون اقامت میکند در حدود از 3 تا 5 هزار روبل روسی تنها پاتنت دهد، کشورهای شهروندهای مثلا قرقیزستان، قزاقستان، بلاروسیه و ارمنستان از این آزاد هستند، از پاتنت پولی آزاد هستند. 30 ایون سال 2016 تقریباً بعد یک سال عضویت قرقیزستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مجلس نمایندگان تاجیکستان با اکثریت آرای وکیلان سازشنامه بین تاجیکستان و قرقیزستان عاید به طور ساده قبول کردن شهروندی دو کشور را یک جانبه بیکار کرد. عبدالاحد واسیتوف تاجیک تبار است و بیشتر از 30 سال است که از جماعت خسته‌ورز حدود تاجیکستان به دهه بارباردوک جمهوری قرقیزستان کوچ بسته است. حالا همه 5 عضو عائله‌اش که در گذشته شهادتنامه تولد و شناسنامه تاجیکی داشتند، تنها شهروندی قرقیزستان را دارند. در برابر از بین رفتن دو شهروندی، او تصمیم دارد دیگر اعضای عائله‌اش را نیز مقام شهروندی قرقیزستان بگیرد. شما گفتید ولی با 2 نفر دیگه باید گرید، ولی با ایجاد سپور دیگه هم برای شهروندی نه اکون میسپریم نه کیه باید سپور اکیل نو کن دکن کیل نوی گستگی ما تاجیکستان بلندگی هم گستنمون دکو. تنها در دهه بارباردوک حدود 40 خانواده تاجیکان زندگی میکنند که همگی دارای شهروندی قرقیزستان هستند و این دهه را با جماعت خسته‌ورز ناحیه باباجان غفوروف تنها یک راه ماشینگرد از هم جدا میکند. عبدالمطلب شریفوف سرمحرر روزنامه نسیمی اسفره که در دیگر منطقه هممرز قرقیزستان جایگیر است، میگوید محض همین حدودهای به هم نزدیک و آمیزش یافته برای گرفتن شهروندی شانس زیاد را به وجود آورده است. وقتی که کس دو شهروندی دارد، متاسفانه این چیز عامل هر شاید برتری هم داشته باشد، لیکن مینیسی آنیون که طرف منفی اون در آن است که و همیشه طرف سبک رو میکوبه. وقتی که میبیند که در جنوب تاجیکستان کمتر به مشکلات دچار شده است و به رو به قرقیزستان میآورد و وقتی که میبیند که در قرقیزستان به مشکلات دچار شده است و خواهد نخواهد به تاجیکستان رو میآورد. موافق آمار شهروندی قرقیزستان که هر سال رسما نشر می‌گردد، نظر به سال 2014 که آن زمان این همسایه کشور تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا داخل نبود، شماره تاجیکان صاحب شناسنامه قرقیزی گردیده حدود 10% افزوده است. ناحیه‌های لخش، مرغاب، اسفره، کانیبادام، باباجان غفوروف و جبار رسولف جمهوری تاجیکستان هم مرز با جمهوری قرقیزستان هستند. اساساً ساکنان همین ناحیه‌ها از روی نشاندادها صاحب شناسنامه‌های قرقیزی گردیدند و یا شانس بیشتری گرفتن شهروندی آنجا را دارند. عبدولی پیرنظروف رهبر تشکیلات جمعیتی رشد مناسبت‌های میان مرزی میگوید روند خویش و تباری راه آنها را برای گرفتن شهروندی هموار کرده است. او برای رسیدن اصلا مردم جوانی که هستند، جوانان این او مردمی که امسال سین سالش با جای رفته است و باش دو شهروندی داشت در اینجا خدمت میکرد، در اینجا کار میکرد، اون نمیخواد که چه برهم تیا
کشور تاجیکستان که علاقه طول 3 سال اینجانب تجربه سود و زیان کشورهای عضو را با راه اندازی یک کمیسی ویژه می آموزد و همیشه از کم شدن بودجه خود از حساب درآمدهای گمرکی نگران است، منطقاً در آینده نیز برای همراه بودن راضی نخواهد شد. ولی به اندیشه کارشناسان در برابر نپیوستن تاجیکستان به این اتحاد، مهاجران کاری تاجیک که رسما حدود 1 میلیون و غیر رسمی 3 میلیون نفر هستند، مجبور می شوند که هر چه زودتر شهروندی کشورهای عضو اتحاد را بگیرند.